به نام خدا. سلام بر همراهان و دوستان مولانا. مثنوی معنوی یکی از بزرگترین اثر عرفانی جهان است که از 6 دفتر و 25,000 بیت 240 حکایت اخلاقی و عرفانی پندآموز تشکیل شده است. اولین حکایت مثنوی در دفتر اول عاشق شدن پادشاه بر کنیزک است که به اختصار بر آن می‌پردازیم. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. اتفاقا شاه روزی شد سوار، با خواص خویش از بهر شکار. یک کنیزک دید شه بر شاه راه، شد غلام آن کنیزک جان شاه. شاه رفته بود شکار، خودش شکار یک کنیزک می شود. در روزگاران پیشین پادشاهی بود سلیم النفس. روزی با خواصان و خدمتکارانش به قصد شکار بیرون شهر می رود. در بین شهر در شاهراه یک کنیزکی را می بیند. کنیزک بسیار زیبا بوده. شاه به او دل باخته می شود، عاشق کنیزک می شود. با بذل مال فراوان کنیزک را می خرد و مدتی باهاش زندگی می کنه. از قضای الهی کنیزک بیمار می شود. چون خرید و او را برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد. از قضای الهی وقتی کنیزک رو میخره بعد یه مدتی کنیزک بیمار میشود. مثال میزنه: آن یکی خر داشت پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در بود. کوزه بودش آب می نامد به دست، آب را چون یافت کوزه خود شکست. شاه وقتی میبینه این مریض شد، تمام طبیبان حاذق رو دعوت میکنه برای درمان کنیزک. پزشکان هم با تکیه بر غرور دانش خود میگن بله، در دست ما برای هر مرضی مرهم هست، ولی خدا را نادید میگیرن، ندیده میگیرن. نمیگن اگر خدا خواهد، انشالله نمیگن، چون اوست شفا دهنده. خداوندم عجز بشر رو نشون میده. هر دارویی به کنیزک میدن معکوس عمل میکنه و از علاج اون ناتوان میشوند این پزشکان. شاه چون عاجز بودن این طبیبان را میبیند، چیکار میکنه؟ پا برهنه سوی مسجد برای نیایش و شفا خواستن کنیزک را از خدا میخواد. شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست. هر که درمان کرد مر جان مرا، برد گنج و در و مرجان مرا. جمله گفتندش جانبازی کنیم، فهم گرد آریم انبازی کنیم. هر یک از ما مسیح عالم است، هر الم را در کف ما مرهم است. گر خدا خواهد نگفتن از بتر، پس خدا بنمودشون
عجز بشر. بله، غرور پزشکان خدا را فراموش کردند و منیت انانیتشون باعث شد هر دارو که دادن کنیز بدتر رنجور و بیمار و ناتوان شد. وقتی پادشاه عجز این پزشکان رو دید، این طبیبان رو دید، پا برهنه سوی مسجد دوید. رفت برای نیایش و تضرع و زاری و دعا برای شفای مریض. با تضرع و گریه اینا از خدا شفاعت این کنیزک رو میخواست. در میان گریه و تضرع و زاری خوابش در بود، به خواب رفت. در خواب دید یک پیری روشن ضمیر گفت ای شه حاجتت رواست، فردا حکیمی از سوی ما می آید، او کنیزک را درمان خواهد کرد. شه چو عجز آن حکیمان را بدید، پا برهنه جانب مسجد دوید. رفت در مسجد سوی محراب شد، سجدگاه از اشک شه پر آب شد. در میان گریه خوابش در بود، دید در خواب او که پیری رو نمود. گفت ای شه مژده حاجاتت رواست، گر غریبی آیدت فردا ز ماست. فردا شاه در کوشک خود منتظر این تعبیر خوابش بود که یک بارگی دید یک پیر روشن ضمیر نمایان شد. خود شاه به استقبال این پیر روشن ضمیر رفت، بغل کرد، دست و صورتشو بوسه زد و بر جای خود نشاند. شاه دید که این پیری که اومده انگار جانش دیرینه با این آشنا بوده. گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم گشت از لطف حق. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. ادب به ظاهر است و به باطن. ظاهرش که باید ظاهرت رو حفظ کنی، ولی ادب باطن مراقبت از نفس است. پیر روحانی با راهنمایی شاه به حرمسرا رفت و با فراست دریافت که کنیزک بیمار جسمی نیست بلکه بیمار دل است. او عاشقی بوده به یک زرگر در سمرقند. دید از زاریش کو زار دل است، تن خوش است و او گرفتار دل است. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. علت عاشق ز علتها جداست، عشق اسطرلاب اسرار خداست. عاشقی گر زین سر است و زان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. هر چه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی را عشق گفت. حکیم الهی دریافت که کنیزک عاشق زرگر است در سمرقند.
به کنیزش گفت فعلا این سر رو با خودت نگه دار، به کسی هم نگو، حتی به پادشاه. من غم تو می خورم، تو غم مخور، بر تو من مشفقترم از 100 پدر. هان و هان این راز را با کس مگوی، گرچه از تو شه کند پس جستجو. گفت پیغمبر که هر که سر نهفت، زود گردد با مراد خویش جفت. دانه ها چون در زمین پنهان شوند، سر آن سرسبزی بستان شود. شاه به توصیه طبیب الهی عده‌ای را با خلعت فراوان به سمرقند پیش زرگر فرستاد که شاه زرگر را به عنوان زرگر خودش انتخاب کند. زرگر رو آوردن پیش شاه. شاه به دستور طبیب روحانی کنیزک را به عقد زرگر درآورد. اینا 6 ماهی با هم خوش بودن. بعد از 6 ماه که انقضای 6 ماه تموم شد، طبیب الهی بنا به دستور خداوند شربتی زهرآلود قتال ساخت و به زرگر خوراند. زرگر روز به روز زیباییشو از دست داد. روز به روز رنجور و ناتوان شد و محبت کنیزک به او سر شد. بعد از 6 ماه هم زرگر از دنیا رفت. نتیجه اخلاقی این داستان شارحان مثنوی هر کس طوری یه جوری تفسیر کردن، شرح دادن، شرح‌های مختلف. احتمال داره آینده، یعنی این کار پایان نداره، احتمال داره آیندگان هم بعد از قرنی اینو تفسیرهای گوناگون کنن. هر کسی از ظن خود شد یار من. همینی که مولانا میگه هین بگو که ناطق جویی میکند، تا به قرنی بعد ما آبی رسد. جویی کنده میشه، آبی در اون روان، قرنها بعد سر اون جو میشینن و استفاده میکنن. و استاد کریم زمانی نتیجه اخلاقی این داستان را این چنین بیان میکند: آدمی در شکارگاه زندگی دنبال صید مطلوب و مرادهای خویش است، غافل از اینکه هر نیشی به نوشی آمیخته است. وقتی انسان به بلایی گرفتار می شود، با اسباب طبیعی می خواهد آن گرفتار رفع کند، ولی نتیجه معکوس می شود. بعد رو به خداوند می آورد و با تضرع و ناله از خدا می خواهد اون گرفتاریش حل شود. در آن زمان اگر دلش صادقانه بشکند، دعایش به اجابت می رسد. هر شبت حضورتون هر کسی طوری این داستان رو تفسیر کردن، به خصوص برای اینکه به اصلاح اون طبیب الهی چه حقی داشت که اون زرگر رو از خانه و به اصلاح وطنش دور کنه و بیاره بکشه، با زهر قتال او را بکشه. شرح‌های مختلفی، منم برای خودم یه شرحی دارم، در جلسه آتی اینو به عرض خواهم رساند. انشالله جلسات آتی بیشتر در مورد
صحبت خواهیم کرد. شما را به خدا میسپارم.